سلام. چطورین؟ قراره که آموزش نقاشی با رنگ اکریلیک رو بهتون آموزش بدم توی کانال آپاراتم و اینکه توی جلسه اول قراره که وسایل مورد نیازمون برای نقاشی با رنگ اکریلیک رو بهتون معرفی کنم. توی مورد اول ما میریم سمت بیس کارمون. خیلیا کار روی بوم رو دوست دارم و من این سمت که بهترین بوم رو اگه خواسته باشم بهتون معرفی کنم بوم های گلاریس بومه که البته برند های دیگه هم هست با قیمت ها و کیفیت های مختلف، ولی چیزی که حالا توی برند بوم ها معقوله، یعنی برندی که معقوله به نظر من گلاریس بومه، هم از نظر قیمت متوسطی داره، هم کیفیت خیلی خوبی داره. توی سایزهای مختلف بوما وجود داره، 10x10، 20x20، 30x30، 15x15 یا سایزهای خیلی بزرگ که میتونید تهیه کنید که شمارشون رو هم توی کپشن براتون میذارم. البته بوم یه چیزی که داره اینه که یه ذره گرونه و برای اول کار و اوایل کارتون میتونه سخت باشه اینکه از پس هزینه‌اش برمیاد. یه کار دیگه که میتونین انجام بدین برای تمرین هاتون اینه که دفترچه بوم بخرین که من برند پیشگام رو دارم. اینجوریه که یه دفتریه که ورقای مثلا پارچه‌ای داره، مثلا اون خود بوم، فقط این کلاف چوبیو، اگه درست بگم چارچوب چوبیو نداره و میتونه توش نقاشی کنه و تمرینات رو انجام بده تو سایزهای مختلف که از اون خیلی مناسبه برای تمرین و هزینه‌ش هم خیلی کمتره، هیچ موردی هم نداره. بعد بیس بعدی که من اول کار خودم با همین کار کردم، ایچسم بگم بوم خیلی راحت کاروش با رنگ اکریلیک، چون رنگ اکریلیک یه چیزی که خیلی زود خوش میشه رنگش و روی سطح بوم دیرتر خوش میشه یه ذره و کار باش راحت تره. دومین سطحی که شما میتونید کار کنید و حالا آسون تر باشه بیس چوبه یا هم MDF خام که حالا چیزای مختلفی وجود داره. من مثلا با همینا آویز چوبی درست میکنم، یا مثلا جعبه های چوبی وجود داره، آینه های چوبی که میتونید روی اون نقاشی بکشه و خیلی هم خوبه. و سومین سطحی که حالا باش کار میکنه و رنگ اکریلیک روش یه ذره سخته، سفاله. چون چجوریه؟ سفال اینجوریه که رنگ و آب رو کلا به خودش جذب میکنه و یه ذره کار کردن روش سخته و قلق داره، ولی اگه مثلا تکنیکاشو بلد باشه دیگه سخت نیست. و یه چیزم بگم، کسی که نقاشی روی سفال رو بلد باشه روی بقیه سطوح هم میتونه به راحتی کار کنه. و یه چیزم بگم، آره رنگ روی سفال زودتر خوش میشه نسبت به بوم و چوب و اینطور چیزا. که حالا من اینجا بشقابا یه سفالی رو دارم که پشتش 2 حفره داره که حالا با یه سری آویز میتونید بهش وصل کنه، یعنی آویز رو به سفال وصل کنید و روی دیوار نصبش کنید دیگه، که حالا ساخته این آویز رو هم بعدش بهتون یاد بدم و اینکه چجوری حالا اینا وصل کنیم بیم. و سطوح دیگه هم هست مثل این سطوح گردیه که من برای مگنت ازش استفاده میکنم که اینم انشالله در آینده بهتون آموزش رو بدم که چجوری مگنت یخچال درست کنه. سفالای اینجوری هست برای مثلا جا قلم یا این تو چیزا و چیزای خیلی مختلفه دیگه، مثلا گلدون و این تو چیزا. که البته کار روی سفال هم نیاز به سنباده داره که الان ندارمش، الان برم میارمش، صبر کنه. خب سنباده توی شماره مختلفی وجود داره که حالا زبرش رو مشخص میکنه، که حالا من در آخر یه کانالی رو بهتون معرفی میکنم که میتونید از اونجا همه یه وسایل مورد نیاز نقاشیتون رو بخرید. البته اینجا رو موش خورده احتمالا
و آره دیگه این هم از سنباده، چون سطحش یه ذره زبر صفحات و حتما با سنباده کشی بشه که یه ذره نرم بشه و بعدش کارتون رو انجام بده و بی کیفیت نشه کارتون. سنباد هم قیمتی نداره. و مورد بعدی رنگاه. نکنه شما باید رنگای اصلی رو تهیه کنین، رنگ آبی، قرمز، زرد و زرد و رنگای مشکی و سفید که اینا مکمل رنگای اصلی نیستن ولی این 5 رنگ رو باید شما تهیه کنید حتما. مشکی، سفید هم تو حجم بزرگتر بهتره چون خیلی ازش استفاده میکنه، قرمز، آبی و زرد. و برند رنگاتون اگه بخوایم بگیم اینه که رنگ الوان، اگر اول کار هستین رنگ الوان خیلی مناسبه چون که هم قیمت کمتری داره و هم حجم خیلی بیشتری داره. به اینم بگم که پایه رنگ اکریلیک آبه و رنگاتون رو حتما باید با آب یه ذره قاطی کنه و بعد کار کنیم که کارمون بد نشه و این همین خاصیتش هم باعث میشه که حجم کمتری از رنگم استفاده کنه و به صرفه در باشه. میتونید اوایل کارتون از رنگ الوان استفاده کنید، حالا عکسشو میذارم میشه یه تصویر، یا از رنگ سوداکو. خب حالا این برند این مدلش رو نباید بگیریم، مونتی سرفیس یه ذره فرق داره. برند یعنی سوداکو مدل سیمپل یعنی سادهش رو باید بگیریم برای استفاده، هم هزینه‌اش کمتره همین که آره برای رو سفال کفافه. مونتی سرفیس برای مثلا سطوح حالا مثلا چجوری بگم چوبی دوباره آهنی اون تو چیزا کاربردش بیشتره، رو شیشه اون تو چیزا که مثلا مقاوم تره، رنگ مقاوم تریه، ولی در کل همین رنگ های سیمپل و تو چیزا اوکیه. بعد ارزم به حضورتون رنگ وستا هم هست، برند وستا که من رنگ بنفشی رو دارم و رنگ طلاییش. رنگ وستا رنگی که حالا قیمت پایینی داره نسبت به رنگای دیگه، ولی مثلا من خودم زیاد باهاش حال نمیکنم. نه چجوریه؟ رنگ سفیدش اینجوری بود که یه ذره مایل به کدری داره، یه ذره زرد میزنه و جالب نیست. و رنگ الوان که من توی حجم بالاترش دارم اینجوریه که خیلی رنگ سفید خوبی رو بهم میده، ولی مثلا رنگ وستا برام جالب نبود و یه انگار کثیفه، به قول یزدی پچوله. خب و یه جوری هم که هست یه ذره رنگش سفته، نمیدونم چجوری توصیفش کنم، ولی در کل اینجوری که حتما اگه بخواید با رنگ دیگه قاطیش کنی، مثلا بنفشه بخواید با سفید قاطی کنی، حتما قشنگ باید همش بزنه که رنگا مخلوط بشه، چون یه بخاطر بافتش اگه مثلا یه دکش مخلوط نشه، چجوری بگم، مثلا پس هم اینا که دارید میزنه یه تک سفید یا یه تک بنفشی اینجا میزنه و متفاوت بشه. اینا چیزای سختشه و این به خاطر همین من زیاد با رنگ وستا راحت نیستم، ولی در کل علاوه بر این رنگایی که گفتم، رنگای اصلی و اینا که گفتم، شما اگر خواستین توی کاراتون استفاده کنین رنگ بنفشم باید حتما بگیرین، چون که ما به صورت ترکیبی نمیتونیم خودمون رنگ بنفش رو اینجوری اینقدر خوشگل درست کنیم. البته توی تصویر یه ذره رنگش متفاوت میشه و حتی ما رنگ آمدش رو بگیریم که این شماره رنگ رو هم میبینین 118. رنگ طلایی هم که میتونین بگیرین که خواستین توی کاراتون استفاده کنین و من این رنگ هم دارم، رنگ سوداکو اکریلیک متالیک کالر. خب رنگ نقره‌ایه، خیلی کارا رو خوشگل میکنه، اگه خواسته باشه جزئیات اضافه کنه. بعد میریم سر وقت، حالا رنگا تموم شد، خب میریم سر وقت قلم. نکنین اگر شما خواسته باشید روی سفال کار کنید و بخواید رنگ پس زمینه رو بزنید و بعد طرحتون رو اجرا کنید، قطعا نیاز به رنگ
قلم و یه پس زمینه دارد. خب که برند پارس آرتیست من حتما پیشنهاد میکنم. برندهای دیگه حالا با قیمت های پایین تر، اونا موهای زبری دارن و خوب نیستن برای کار و حجم موهاشون هم کمتره، ولی اینا نکنه چقدر موهاش نرم و خوبه و این باعث میشه که رد توی کارتون نیفته. ببینید من اول کارم شماره 3 رو داشتم. خب یعنی خط چی میگم، یه چیزی خشخاش اینا. خب نداشتم و شماره 3 رو گرفتم چون هزینه‌اش کمتر بود و اینا. یعنی شما اول کارتون میتونید شماره پایین تر بگیرید و بعدش شماره بزرگترش بگیرید. هرچی شماره بزرگتر باشه کارتون راحت تره و بهتره. خب حالا اگر هم هزینه‌شو داشته میتونه شماره 6 رو از همون اول بگیرید که دیگه درد سری نباشه. ولی حالا سایز 3 هم خوبه. من تا چند سال این سایز 3 رو داشتم. بعد یه قلم کوچیک‌تر هم هست، حالا شما میتونید الان این آباد بهش بخورید. قلم کوچیک‌تر هم هست برای وارنیش زدن که حالا وارنیش رو 8 دوز میدم که حالا شما وارنیش رو بده اول اینجا توضیح بدم. وارنیش برای براق کردن کارتون و تثبیت رنگ استفاده میشه. این وارنیش پای آبن که ذره با آب قاطی میشن که حالا من بعدش یه سری توصیه‌های توی ویدیوهای بعدی بهتون میکنم که بهتر بتونید وارنیش بزنید. یکی وارنیش پای آبه وستا هست که حالا این براق کنندگی داره. یه سری دیگه‌شون هم هستن یعنی از همین برند ولی ماتن. اونا میتونید بگیرید براقیتش مثل براقیتش این نیست. و یه مورد دیگه که هست وارنیش روغنی وستا هست که حالا این خیلی کار باش سخت‌تره یعنی با حواستون باشه و طول میکشه تا خوش بشه. اون وارنیش پای آبی که معرفی کردم اینجوریه که وقتی استفاده میکنید مثلا 5 دقیقه بعدش 2 دقیقه بعدش خوش میشه سری، ولی این نه، ممکن 2-3 روز طول بکشه و کار باش سخت‌تره. و اینکه من خودم یزدی هستم، توی یزد خواسته باشی با این وارنیش کار کنی اینه که یه عالمه گرد و خاک میشن روی کارت و افتضاح میشه و کارت اصلا دیگه قابل استفاده نیست، نگاهشم میکنی. بعد این وقتی استفاده میشه حتما 2-3 روز بذارید یه جایی که گرد و خاک بهش نرسه و خیلی هم مواظبش باشه. ولی خب براقیت میده در حد المپیک سلیقه‌ای. بعد حالا قلم وارنیش که گفتم این قلم محمد بگیرین برای وارنیش. حالا من همین سایز 2 رو گرفتم، هرچی سایز بزرگتر گفتم اگه بگیرید بهتره ولی همین سایز 2 هم اوکیه. البته وارنیش زیاد مثلا واجب نیست، اگر شما بخواید سفارش بگیرید از همین کاراتون حتما باید وارنیش رو بزنید، ولی اگر مثلا برای خودتون رو تمرین انجام دادن و این تو چیزا میخواید استفاده کنه یعنی نقاش بکشید نیاز نیست که وارنیش بزنید به کاراتون، اون یه جور جلوه دادن به کاره میدونه. بعد حالا قلمو هایی هست. پس حالا قلموی پس همینه گفتم برای سفال استفاده میشه. حالا اگه بوم هم خواسته باشید سایز بزرگ استفاده کنید نیازه، یعنی کارتون خیلی راحت تر. حالا دو تا سایز قلمویی که باید بگیرین حتما. خب یکی قلموی سایز 3 و یکی هم قلموی سایز یه حدوداً متوسط برای کارهای کوچیک و یکی هم قلموی سایز کوچیک تره. خب که میتونه بگیرید. حالا بین 2 تا برند داریم، یکی رهاورده که اول کارتون میتونید بگیرید. خب کیفیت متوسط رو به پایینی داره. خب موهاش مثل موهای نرم نیست اینقدر و اینکه اگه خواسته باشه بعدش تکنیک سایه‌زنی رو یاد بگیره یه ذره کار براتون سخت‌تر میکنه و اینقدر موهاش نرم نیست که بتونه حالا آب خوش جذب کنه و کار رو براتون راحت تر کنه و ممکنه بعضی وقتا رد بندازه براتون. پس اول میتونید رهاورد رو بگیرید، ولی خب به نظر من برند پارس آرت خیلی بهتره. اگه از همون اول
هزینه کنید و بگیرید. رهاورد اینجوریه که مثلا سر قلموش بعد یکی دو بار استفاده کردن یا مثلا 3-4 بار استفاده کردن خراب میشه، ولی اگه برند پارس آرتو تهیه کنید و حواستون به قلمتون باشه خیلی بیشتر میتونید ازش استفاده کنید. مثلا من اینو دارم سایز 2 و خیلی وقت ازش استفاده میکنم، بالا توریشم نشده. البته من حواسم به قلمم خیلی هست. پس اگه خواستید پارس آرت سایز 3 رو بگیرید حتما، و یکی هم حالا مثلا سایز 2 خب یعنی 2 یا سایز 0. حالا چون اوایل کارتون 2 بگیرید باز بهتر. در کل حالا زیادم فرقی نداره، ولی رهاوردم خواستید بگیرید همون سایز 2 بگیرید با مثلا سایز قلم روی 5-4 اینا. این دوتا پس حتما باید تهیه کنید. بعد یه سری قلم ها هستن برندهای دیگه، خب حالا اینا بینامو نشونن، اون کانالی که بهتون معرفی میکنم در آخر ویدیو میتونید اینا رو تهیه کنید. یه ذره مثلا کیفیت اینجاشون دستاشون اونا ضعیف داره، اینو ضعیف داره. مثلا ممکن بعضیاش یهو در بیاد که یکی دوتا پر موهاش در بیاد، ولی در کل خیلی موهای نرمی داره، یعنی از رهاورد ایشون نرم تره. خب و ولی خب خیلی هزینه پایینی دارن این قلم‌ها و اینجوریه که چند تاشون توی یه دسته هستن. الان این قلم زبان گربه یک، حالا نیازی نیست که الان توضیح بدم که چه کاربردی داره. و قلم‌های سرگردش هست، سرگرد به اینا میگن، سرتخت هست، سرتختشون هم هست که سرتخت میشه این. از اون هم میتونه تهیه کنید و قلم‌های خوبی هست. پس یا پارس آرت یا رهاورد یا این قلم ها. و این هم از این. پس قلم گفتم یکی سایز 3، یکی هم سایز 2 یا 0 رو این دو چیزا، یا کلم مثلا از بسته بندی. و دیگه چیزی موند، یکی هم پالته که پالت تخم مرغی خودمونه که ارزم به حضورتون من این مدل دارم، برند وستر کنم، بعدش خیلی های کلاس شدم. این چی گفتم، پالت رو گرفتم ولی همشون تخم مرغی هم خوب هستن. پالت های تختم هستن که حالا من دم دستم نیست، ولی اینا یعنی پالت هایی که اینجوری حفره دارن خیلی بهترن و باعث میشن که رنگتون دیرتر خوش بشه. درست گفتم. خب یکی هم ظرف آب، کمی ظرف های پلاستیکی و این تو چیزا، یعنی ظرف خورما. خب میتونه استفاده کنه و دیگر هم چیزی نیست. پس شد این جلسه برای معرفی وسایل نقاشی با رنگ اکریلیک و ایشالا جلسه بعد میخوام که در مورد راه های انتقال طرح روی سطحمون صحبت کنیم که دوتا روش رو من بهتون یاد میدم که میتونید با اینکه مثلا طراحی بلد نیستید طرحتون رو به راحتی انتقال بدید و فقط تکنیک های رنگ‌آمیزی رو یاد بگیرید و از ما باید مشکلی نداشته باشید که البته میتونید بعدش طراحی رو یاد بگیرید و خب کارتون راحت تر میشه. ولی چون اوایل کارتونه و نمیخواید که زده بشید و این تو چیزا، میتونید انتقال طرح رو یاد بگیرید که من خودم اوایل طراحی رو بلد نبودم و بعدش یاد گرفتم. پس این جلسه تموم شد. ممنون میشم که حالا نمیدونم تو آپارات چیکار میکنم، لایک میکنن و اینا، و میتونید که آموزشی که بهتون دادم رو به دوستاتون معرفی کنین و از این بابت خیلی ممنون میشم. ایشالله ویدیوی بعدی. بای بای. خب در آخرم میگم که خیلی ممنون میشم که این ویدیو رو به دوستاتون معرفی کنین، لایکش کنین، نمیدونم کانال ما رو عضو بشین و اگر خواستین و این ویدیو رو دوست داشتین برام کامنت بذارین. در مورد کانالی هم که گفتم معرفی میکنم،
کانال آزیتا آرت شاپ هست که توی کپشنم براتون میذارم. سایت دارن و هم پیج دارن که میتونید خرید بکنید ازشون، خیلی راحت، قیمتشون خوبه و همه وسایل رو دارن، حتی سفال، یعنی اون موقع من که دیده بودم سفال هم داشتن و به راحتی میتونید ازشون خرید کنید. و دیگه همین، ایشالا تا آموزش های بعدی. بای بای.